لذا خیر بودن و کار خیر کردن فقط مال آدمای صاحب مکنت و پول نیست. افرادی هستن به ظاهر افراد متمکنی نیستن، اما در سطح خودشون سعی میکنن به دیگران هم کمک کنن. من این سفری که رفتم به سیستان و بلوچستان برای سیل، رفتم در جمع روستاییان و عزیزانمون گفتن که ما از هلال احمر و از دستگاه‌های مختلف که به ما کمک کردن، بسته‌هایی به ما دادن، تشکر میکنیم، اما ما چون بیش از نیازمون بود دادیم به اون طرف مرز، به مردم پاکستانی که اونها هم گرفتار سیل شدن، ولی ما خسارت ندیدیم اونچنان، یعنی خونه هامون سالمه، اونا خونه هاشون هم ویران شده و اونجا تلفات هم داشتن. فکر کردیم اونا از ما وضعشون دارای مشکل بیشتری هست، لذا اون بسته‌ای که شما به ما دادید ما دادیم به اونها. ببینید کسانی هستن در نقطه صفر مرزی زندگی میکنن، نیاز دارن، اما احساس کردن اون که او طرف مرزه اون نیازمنده، به او دادن بسته کمکی رو. این نگاه ها مال آدمای دارای مکنت نیست، مال نظر بلندیه، مال همت بلنده، مال ایثار و گذشته، مال روحیه توجه به دیگرانه، توجه به دیگران برای خداست. اینا خیلی ارزش داره. لذا همواره این روحیه در مردم ما بوده، در زن و مرد ما، در پیر و جوان ما، در روستایی و شهری ما. گاهی خودش نداشته یا خودش رو در مضیقه قرار داده، اما دیگری رو زندگیش رو آباد کرده و این رو انسان جلوه هاش رو بسیار میبینه در مردم و در کشور. تقریب مثلا نداشتیم، ما داشتیم، چرا نداشتیم؟ چند تا داشتیم؟ داشتیم آب گرفتی، بریم داخل روستا. شما داخل روستا 9 روز امروز بعد 9 روز یک ساعت میشه کمپریسیو لودرای شما اومده در خدمت این خدمت شد. 9 روز ما 700 نفر پشت آب. آقا بزید آقا بگید بسم الله الرحمن الرحیم صلی علی رسول کریم. عرض خیر مقدم به ریاست جمهور محترم و عزیز در این سرزمین. جناب مولوی تو گزارشون گفتن دیگه ما الان احتیاج نداریم به اینکه مواد غذایی به ما داده بشه. حتی مواد غذایی که اومده تو منطقه ما دادیم به همسایه‌های پاکستانی خودمون، چون اونها هم گرفتار سیل شدن. خب این نگاه میکنه به اینکه شما مردم با کرامتی هستید و این مواد غذایی که از سراسر کشور به اینجا اومده شما نیازتون مرتفع شده، الان دارید میدید به همسایه‌های پاکستانی ما. مردم عزیزی که اونجا مردمان خوبی هستن، گرفتار سیل شدن، دارید به اونها کمک میکنید. این هم بسیار کار ارزشمنده. این از اون جلوه های زیباست که شما مردم این منطقه الان که مواد غذایی رو خودتون دارید، میزانی که نمیاد اینجا انبار کنید تو خونه هاتون یا تو انباریاتون، نه، میدید به اونا که گرفتارن. این هم از اون صفات برجسته و ارزشمندی است که مردم این منطقه دارن که خدا رو سپاس کرد به خاطر این روحیه ایثاری که در مردم عزیزمون در این منطقه. دوستان، یه بنده خدایی گوشته که بلوچستان سیل زده هم بسته غذایی نیاز نه. ما بسته غذایی دیم نه به پاکستان. گوشی که چراغی که به خانه رواس به مسجد حرام است. اده بسیار 5 خانواده کپرنشین این لوگ انتش 5 خانواده کپرنشین آشپزخانه بچار گو دارا اڈ کنه گایا. یہ هم گوانزه گنتی شی گوانزه گنتی به خدا قسم میده والله شاید لوبیای نی شام برنج نی روغن نیستیم، ولی چند وقت نوارتگیش شما گوشه بسته غذایی ده لازم نه دیمش دیم په پاکستان. درست پاکستان سر زنه بل اول واتیگم بیا بچار شما به پیشینای روستان تو که روستان به بچاری ده واس چطوره شما گوشه نیاز نه چطور نیاز نه هنی رمضان پیدا گی یک کجا نو رمضان ما برنج و شکر روغن زورت کنه. دل دارم از مسئولین هلال احمر، شما هم از همین مسیر اومدین مطمئنا، منم دارم از همین مسیر دارم میام. یه دونه چادر هلال احمر تو مسیر من ندیدم، نمیدونم چادرهای هلال احمر کجا میرن. کسی که میدونه لطفاً به ما هم بگه، ممنون میشم. ممنون. شما الان وسیله آوردین؟ از کجا اومدین؟ از شیری. دستتون درد نکنه. بندر جاد. خدا قوت. صبح ساعت 6 بیدار میشم، من سوخت بشم. ساعت 6 بیدار میشم میرفتم خوره کلانی یا خوره باو، 6 تا قایق دریابانی مثل گوگ دنبالم میافتاد، تیر میزدن تو قایق هم. الان کجان؟ همینو میخوام بدونم کجا.